سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 3 فوریه همراه شما. عمر علی قواتوف رهبر گروه 24 را با 3 همراهش از بازداشتگاه در شهر استانبول ترکیه آزاد کردند. همسرش قمرنیسا حفیظ و روز 3 فوریه خبر داد که شوهرش را در همین روز رها کردند. عمر علی قواتوف تاجر فراری و رهبر گروه 24 را ماه دکبر در استانبول دستگیر کردند و دیرتر مقامات تاجیکستان گفتند از حکومت ترکیه خواستند که قواتوف را به دوشنبه بدهد. گروه 24 در تاجیکستان سازمان افراطگرا اعلان شده است و مقامات انتظامی عمر علی قواتوف را به جنایت‌های اقتصادی و همچنین گروگانگیری متهم می‌کنند. خودش و طرفدارانش میگویند این ادعاها بی‌اساسند. از این پیشتر مقصود ابراهیموف یکی از یاران عمر علی قواتوف را که به افراطگرایی متهم می شود از مسکو به تاجیکستان آوردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تغییرات در هیئت حکومت را ادامه داد و 2 وزیر کشور را عوض کرد. از جمله نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و شیرعلی گنجل زاده وزیر نوی نقلیات تعیین شدند. شریف رحیم زاده وزیر پیشین اقتصاد بعد از 5 سال کار از مقامش رفت و به احتمال غالب وکیل مجلس نمایندگان می شود. خیرالله اساس‌زاده وزیر سابق نقلیات هم نامزد به مقام وکیلی در مجلس نمایندگان است. امامعلی رحمان همچنین رئیسان 5 شهر و ناحیه کشور را عوض کرد. کمیته مالیات و یا انداز تاجیکستان از بانک‌های کشور خواسته است حساب‌های شرکت بزرگ مخابراتی بابیلون را ببندند تا از این راه صدها میلیون سومانی قرض شرکت از کمیته ستانیده شود. کمیته مالیات ادعا دارد که شرکت بابیلون 341 میلیون سومانی مالیات نسپرده است، ولی رهبران بابیلون میگویند دعوای کمیته بی‌پایه است و این نهاد میخواهد از درآمدی که بابیلون به دست نیاورده است مالیات بگیرد که این کاری غیر منطقی است. کمیته انداز در تفتیش اخیران خودش مرحله از سال 2011 12 13 در شرکت بابیلون موبایل تفتیش کرده است و گفت است که اگر شما در همین دوره نرخاتون 1 سوم نه 2 سوم اگر میشد من همین قدر انداز میشد با طور حساب کردگی و 217 میلیون انداز شده است، 50 میلیون فایز شده است، جریمه شده است بخشش و 73 میلیون دیگر فایز شده. شرکت بابیلون که از بزرگترین شرکت‌های تلفنی تاجیکستان است، از عملکرد کمیته انداز به دادگاه شکایت برده است. در شهر دوشنبه یک نمایشگاه 5 روزه گل و گیاه شروع شد که آن را یک سازمان غیر حکومتی گلپروری برگزار می‌کند. سازمان هوسکاران گلپروری تاجیکستان میگوید هدف از این نمایش نشان دادن آن است که تا چه حد گلپروران تاجیکستان در این ساحه پیشرفت کردند. به گفته نمایندگان سازمان در نمایشگاه 200 نوع رستنی‌های آرایشی به نمایش گذاشته شدند. در کشور تاجیکستان شهر دوشنبه منطقه حصار قریب 2 ساله که فعالیت گل و گیاه داریم. تکنیک‌های پرورش گل و گیاه رو از ایران و دیگر کشورها آوردیم. با نیروی کار تاجیک و همت بلند مردم تاجیک این گل‌ها را همینجا پرورش میدیم. بعضی از گل و رستنی‌هایی که مرکزهای نواحی و شهرهای تاجیکستان را آرام می‌دهد در گلخانه‌های سازمان هوسکاران گلپروری تاجیکستان پرورش یافتند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه‌های مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.